در نگاه اولی همه چیز آرام است، زیبا، بی خطر، شاید فقط یک گل عجیب و خوشرنگ روی برگ‌های سبز جنگل است. اما اشتباه نکنید، آنچه می‌بینید یک گل نیست، این یک حشره است، یک استاد استتار، موجودی که ظاهر فریبنده‌اش را وام گرفته از زیبایی گلها تا شکار کند، تا زنده بماند و یا حتی تا شما را به وحشت بیاندازد. طبیعت همیشه همان چیزی نیست که به نظر می‌رسد. گاهی زیباترین ها مرگبارترین هستند. در این دنیای شگفت انگیز حشراتی وجود دارند که با تقلید از گلها نه تنها طعمه‌های خود را فریب می‌دهند، بلکه گویی مرز میان زندگی، طبیعت و ترس را از بین بردند. اگر از این دنیای عجیب خوشتون اومد، حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید تا قسمت‌های بعدی هم براتون بسازیم. ماجرا تازه شروع شده. به دنیای ترسناک و رازآلود زیبایی خوش اومدید. دوستان و همراهان همیشگی کانال ما را سابسکرایب کنید و به دوستان خود معرفی کنید. ممنونم و سپاسگزار همگی تا نون. فرزین متین.